مثلا با یه دونه میزدیم یه چیزی میآوردیم میرفتیم، بعضی وقتا 2 تا نهایت 3 تا. چه ساعتایی بیشتر سرقت می‌کردی؟ ساعتای 5 میرفتیم، 4 5 تا 6 7. 4 5 بعد از ظهر؟ آره تا 7 مثلا. یعنی هوا روشن ها؟ آره که مثلا بیرون هم کسی شک نکنه ما در خونه وایسادیم. این بچه چند سالشه؟ 5 سالش آقا. وقتی که من دستگیر شدم آقا جلو من، وقتی که منو بستن و طوری آقا چشم بسته و هرچی هم خواهش کردیم بستن و بچه موقع گریه میکرد، من ارزششو نداره واقعا. بچه یعنی میدونه باباش سارقه؟ چی بگم آقا؟ این اگر بچه تو بیاد اینجا رو به رو بشینه با این دستبند واقعا چی میخوای بهش بگی؟ اشتباه کردیم آقا. که این کارو میکردی میدونستی یه روزی دستگیر میشی؟ بله. چرا میرفتی بس؟ به خاطر پول میرفت. چقدر اینا بهت میدادن تو هر سرقت؟ دیگه 100 تومن 200 تومن. یعنی بیشتر از اون شاگردی تو اون مغازه در میآوردی؟ نه. بچه‌ت مثلا 2 سال دیگه بزرگ میشه، خود عقلش میرسه، خودم مادرش برسه بابای من کجاست، چی باید بهش بگن؟ میگم آقا من خدا شاهد یه شب بچه‌م همیشه بغل من میخوام، الان 2 ماه من اینجا. اصلا میگم اصلا آقا کسی سرقت نکنه، نه سرقت منزل، هیچ سرقتی نکنه، بری گلایی بکنی آقا شرفش بیشتره. شما چند سالته؟ من آقا 27. متعهل یا مجرد؟ نه متعهل. بچه هم داری؟ بله. چند تا؟ 3 تا. بعد به چه جرمی دستگیر شدی؟ من سرقت منزل. چند سالته شما؟ 17. 17 سال. بله. اسمت چیه؟ اشکان. به چه جرمی دستگیر شدی؟ سرقت منزل. متعهل یا مجرد؟ مجرد. بعد شیوه سرقت به چه شکلی بوده؟ شیوه سرقت ما میرفتیم تو خیابونا، مثلا وای میستادیم جایی که میدیدیم چراغش خاموشه در میزدیم، زنگ میزدیم، اگه نبود وای میستادیم جلو در تا کسی میومد بره داخل، میگفتیم ما با همسایه بالایی کار داریم آقا در رو بذار رو هم، یا اینکه مثلا ما همسایه بالاییتون هستیم میخوایم بریم بالا. بعد که یارو میرفت در باز میمون در پایین، ما میومدیم بالا در خونه رو میزدیم، اگه کسی نبود در رو میشکوندیم میرفتیم داخل. اخیراً چند فقره پرونده سرقت از منازل به پلیس آگاهی استان البرز واصل شد که سارقین یک باندی تشکیل داده بودند که 3 نفر بودند، وارد منازل شده با تخریب درب منازل در اوایل شب
وارد منازل می شدن، اقدام به سرقت طلاجات، وجوه و لوازم خانگی منازل می کردن. با اقداماتی که همکاران بنده در پلیس آگاهی انجام دادند، سرنخ‌های موجود پیگیری شد، تجمیع پرونده ها انجام شد و سرانجام این باند شناسایی و دستگیری آنها در دستور کار قرار گرفت. در رو میزدیم، زنگ میزدیم، وای میستادیم یه چند دقیقه. شاید یارو مثلا سرویس بهداشتی باشه، خواب باشه، مثلا یه زن تنها تو خونه باشه. نه اگه یه کوچیکترین صدای میومد میرفتیم، یا اینکه صدای از بالا میومد، الان همسایه کسی شده الان اومد، ما درم باز بوده، یارو از بالا سایه‌اش رو دیوار میافتاد، ما میرفتیم. کسی داخل باشه نمیرفتیم، مثلا داخل نمیرفتیم. ما میرفتیم، من جلو در وای میستادم، 2 نفر میرفتن بالا، بعد نمیدونم بالا دیگه چیکار میگم، من پایین وای میستادم، حواسم بود. حواست بود که چی بشه مثلا پلیس نیاد یا یکی رد نه صابخونه نیاد. بعد اگه یه نفر میامد مثلا این وسط چیکار می‌کردی؟ چجوری به اونا خبر میدادی؟ زنگ رو میزد. زنگ کجا رو میزدی؟ زنگ آیفون. بعد کجا میدونستی اینا کدوم طبقه‌ن کدوم واحدن؟ خب اینا میگفتن که میرن دیگه. یعنی چی؟ قشنگ توضیح میدی؟ اینا میگفتن ما میریم مثلا طبقه 3 واحد مثلا 12. بخشی از مردم نقدینگی خودشون را به سمت خرید طلا و مسبوکات بردند، یا بخشی از اونها به سمت خرید ارز بردند و اینها رو در منازل خودشون رسیدگی میکنن. این موضوع مورد توجه سارقین قرار گرفت و هر جایی که سرقت منزلی واقع می شود عمدتاً متوجه میشیم که سارقین به دنبال این اشیا بودن و اگر وجود داشته اینها رو سرقت کردن. نمی‌ترسید مثلا این دیلمی که دارید میندازید به خودتون سر صدا کنه واحد روبرویه بیاد یا همسایه بالایی همسایه دیگه آقا پایینی؟ اون شانسی بود. حالا بعضی جایشی نمیومد، بعضی جای میگم که همساده میومد با فرار میکردیم. بیشتر چه طبقه‌هایی رو مورد سرقت قرار میدادید؟ امن‌تر بود براتون برای سرقت؟ اونجوری که مثلا بیشترین چی واحد مثلا با سرقت طبقه اوله، دم دستره ها، دم دستره. آره خیلی کم پیش میاد. آره خیلی کم پیش میاد، مثلا یا زیاد یادم نمیاد الان طبقه مثلا دوم سوم. از کجا میدونستن اون طبقه خالیه، اون واحد خالیه؟ نگاه میکردن، برق خاموشه، زنگ رو میزدن. سرقتتون ساعته چند بوده؟ معمولا چه 5 و 6. اون موقع هوا روشن، از کجا دیگه برق کسی روشن میزد؟ آخه هوا هم مثلا یه ذره شب میشد، موقع آفتاب غروب اون موقع. آره. زنگ رو میزد، میدید کسی جواب نمیده، میرفتن بالا دوباره در میزدن دیگه. با توجه که دستگیری سارقین منزل برای پلیس آگاهی از اهمیت ویژه برخوردار است و در اولویت کار پلیس قرار داره و جزء جرائم مهمه میباشد، شناسایی این سارقین در دستور کار قرار گرفت. 2 نفر از آنها در استان البرز و 1 نفر در استان همدان شناسایی و دستگیر شدند. تمام پس از دستگیری به پلیس آگاهی انتقال داده شدند. در تحقیقات انجام شده به بیش از 90 فقره سرقت از منازل در سطح استان و سایر استان‌ها اقرار داشتند که تا الان بیش از 67 نفر از مالباخته‌ها شناسایی شده و ارزش اموالی که از این مالباخته‌ها سرقت شده بیش از 4 میلیارد تومان میباشد که تا الان این افراد شناسایی شدند. سارقین 3 نفر با هم در اوایل شب با تخریب درب منازل وارد منازل میشدند و سرقت خود را انجام میدادند. از یک دستگاه خودرو سمند و خودرو 207 سفید در سرقت‌ها استفاده میکردند
که همچنان اقدامات هم جهت شناسایی سایر مال باختگان ادامه دارد. مقدار خیلی زیادی ازم طلا بردن. بعدا عرض کنم خیلی یه مقدار دلار ازم بردن، یه مقدار پول نقد ازم بردن. خلاصه هر چی که دم دستشون بود تا جایی که تونستم بردن. مثلا کشو 20 سالتو کلا خالی کرده بودم. یعنی در عرض 2 ساعت هر چی داشتی در عرض 2 ساعت. حالا من پیش خودم فکر میکنم 2 ساعت من اومدم خونه. حالا من میگم شاید اینا نیم ساعت یه ربع این کار انجام دادن. سرقت از منزل یکی از انواع سرقت هاست. اگرچه پلیس به عنوان متولی حفظ نظم و امنیت جامعه موظف به اجرای تدابیری برای جلوگیری از سرقت است، اما اقدامات مالکان در حفاظت از اموال خود در پیشگیری از سرقت منزل مؤثرتر و کارآمدتر خواهد بود. از مهمترین عوامل زمینه‌ساز اصلی سرقت منازل میتوان به رعایت نکردن نکات و اصول ایمنی در راه‌های ورودی و خروجی ساختمان و همچنین هنگام ترک منزل، استفاده نکردن از سیستم‌های امنیتی و حفاظتی در ساختمان، اعتماد بیجا به افراد ناشناسی که با عناوین مختلف به درب منزل مراجعه کرده و دسترسی آنان به تمامی بخش‌های ساختمان بدون وجود ضرورت، کنترل نکردن ورود و خروج افراد در مجتمع‌های مسکونی، نگهداری بیش از نیاز وجوه نقد و اشیاء قیمتی در منزل و همچنین عدم ثبت مشخصات وسایل منزل اشاره کرد. به طور متوسط توی شب چند تا سرقت می‌کردید؟ چند تا قاعد می‌زدید؟ توی شب آقا بعضی وقتا مثلا با یه دونه میزدیم یه چیزی میآوردیم میرفتیم، بعضی وقتا 2 تا نهایت 3 تا. چه ساعت‌هایی بیشتر سرقت می‌کردید؟ ساعت‌های 5 میرفتیم، 4 5 تا 6 7. 4-5 بعد از ظهر؟ آره تا 7 مثلا. یعنی هوا روشن ها؟ آره که مثلا بیرون هم کسی شک نکنه ما در خونه وایسادیم. ما بعضا مواجه میشیم با خانواده ها و افرادی که منزلشون را با خزانه بانک اشتباه گرفتن. آنچه که سرمایه داشتن، آنچه که موجودی بوده، آنچه که باید در حسابهاشون باشه، تبدیل به انواع اقسام طلاجات شده، سکه های طلا شده، ارزهای خارجی شده و درون منازل نگه میدارن. بعضا از گاف صندوق هایی که دست فروشان توی معابر یا توی کوچه ها میگردن و به فروش میرسانن خریداری میکنن و کل اموال با ارزششون رو داخل اینها نگهداری میکنن، درش رو قفل میکنن. خب یه گاف صندوق 50 یا 60 کیلویی وقتی که سارقی وارد منزل میشه بعد میبیند گاف صندوقی هست و طبیعتا منطقی اینه که هرچه با ارزش هست داخل این باید باشه، ابتدا نقشه سرقت این گاف صندوق رو میکشه. ممکنه حرفه‌ای باشه دربش رو باز بکنه، ممکنه سبک باشه انتقالش بده ببره. بنابراین گاف صندوق اگر خریدیم برای داخل منزل زمانی به درد میخورد و ارزشمنده که این گاف صندوق یه جایی نصب شده باشه، به اسکلت خود منزل جوش داده شده باشه، یا در جایی باشه که دیده نشه. بعد از اونهایی که باید داخل دیوار و داخل ساختمان بایستی که جاسازی بشه. بعد پدرت چیکار هست؟ با هم شغلش آزاده. خرج خونه میدی؟ یعنی به خاطر چی نیاز داشتی به کار کردن؟ من بابام زندانه چرا؟ سر سرقت. اونم سرقت منزل؟ بله. خب بس پدرت هم سابقه داره. بله. خب تو عاقبت باباتو دیده بودی باز دوباره رفتی سراغ این کار؟ من بله. خب چرا؟ پول الان نداشتم. بابات مثلا به عنوان یه سارق تو زندگی نه. اذیت نمی‌شدی؟ چرا؟ دوستات رفیقات؟ بله.
در خونم قفل کرده بودم، در خونم ضد سرقته، ولی هر جوری فکر میکنم واقعا باید یه جوری بکنم که امنیت خونه ها رو برم بالاتر. خیلی ساده است، یه هزینه کوچیک بدتر از اینه که الان ما میخوایم متحمل 200-300 میلیون ضرر بشم. من با 5-6 میلیون من میتونستم خیلی راحت همه این کارا رو انجام بدم، ولی نکردم. یک دزدگیر، یکی دوربین، یه دوربین ساده تو خونت بذاری با وبکم راحت میتونی ببینی، نکردم که متحمل 200-300 میلیون ضرر شدم. چند نفر بودی تو ثروت؟ 3 نفر. دو نفر یه بار رفتیم که اونم شناسایی شد. 3 نفر اکثرا 4 نفر. بعد 4 نفر با هم میرفتید بالا یا نه؟ نه آقا، مثلا 2 نفرمون میرفتیم بالا، یکیمون جلو دروازه وای میساد، یکی پشت فرمون بود. آها، که آمار میداد مثلا کسی. آره. حالا شده بود تو این سرقت ها مثلا برید یه واحدی مثلا صابخونه سر برسه یا همسایه درگیر بشید یا نه؟ درگیری آقا نداشتیم، ولی آره صابخونه اومده ما فرار کردیم. متهمان از سارقین سابقه دار بودند که اخیراً با سپردن قرار وثیقه از زندان آزاد شده بودند و مجددا شروع به سرقت از منازل کرده بودند. این افراد همچنان در اختیار پلیس آگاهی قرار دارند. علاوه بر استان البرز در سایر استان‌ها هم اقرارهایی داشتند. آنها چند فقر سرقت از منازل در سایر استان‌ها هم اعتراف داشتند که همچنان اقدامات پلیسی جهت شناسایی سایر مال باختگان و دستگیری خریداران اموال مسروقه در دستور کار پلیس آگاهی قرار دارد. اینو اینجا من شناسایی کردم، بعد این زنجو زدم خونه نبود، بعد این حفاظا نبود، نه این حفاظ بود نه اون حفاظ. بعد از پشت یه کوچه است، از تو کوچه اومدم و از تو این دیوار پریدم، اومدم این دیوار رو، بعد از روی این پنجره رفتم روی این چیزه، نه حفاظ نداشت. خودت تو آپارتمان زندگی میکنی؟ بله. مثلا شده بود یه موقع آپارتمانی رو برید در بزنید کسی جواب نده، مثلا یه خانم تنهایی باشه خواب باشه تو خونه، بعد در رو باز کنید برید ببینید مثلا زن و بچه مردم تنهاست اونجا؟ هر موقع زدیم مثلا شینه بوده ما رفتیم داخل. یا یه موقع اگه مثلا زن و بچه مردم شما رو در میزدید تو خونه بود پشت چشمی در میید، مثلا میگفت شما با کی کار دارید؟ نه میرفتیم میگفتیم قیافه و ظاهر تو رو میدید، ما میگفتیم مثلا میگفتیم منزل آقای فلانی، میگفت نه، میگفتیم ببخشید اشتباهه، میرفتیم. 2 نفری میرفتید بالا؟ آره. دیلم میلم هم تو دستتون؟ نه آقا پایین میذاشتیم، میرفتیم دست خالی بالا، درو میزدیم، اگه مثلا نبود میمدیم ور میذاشتیم، اگه بود که خیلی از مالباخته ها مراجعه میکنن میگن سارقی که داخل منزل ما اومده احتمالاً دستگاه طلایاب داشته باشه و به خاطر اینکه ما طلاهامون رو در مکانهایی مخفی کرده بودیم که این فرد رفته مراجعه کرده همونجا اونو پیدا کرده. تا امروز به هیچ سارق منزلی برخورد نکردیم که چنین دستگاهی همراهش داشته باشه در سرقت ها، بلکه یک سیر منطقی را طی می‌کنید. ابتدا روبروی میز آرایش، بعد داخل کشوها و دراورها، بعد مکانهای معمولا جیب لباسهایی که داخل کمدها میزونه، بعد لای رخت خوابها و جاهای دیگه را، و در نهایت ممکنه که سر از فریزر و جاهای دیگه هم در بیاره. بنابراین منزل به هیچ وجه محل امنی برای نگهداری طلا و مسکوکات نیست. مکان نقش بسیار مهم و انکار ناشدنی در وقوع یا پیشگیری از وقوع جرایم ایفا می‌کند. سارقان بیشتر مناطقی را برای ارتکاب جرم انتخاب می‌کنند که وقوع جرم در آنها راحت‌تر بوده و امکان مشاهده و دستگیری آنان در آن مناطق کمتر باشد. بررسی ها نشان می‌دهد که عوامل محیطی و افزایش تراکم جمعیت نقش بسزایی در وقوع سرقت منزل ایفا کرده و رعایت اصول و نکات ایمنی از قبیل نصب دوربین مداربسته و حفاظ برای درب و پنجره‌ها، استفاده از درهای ضد سرقت، تعویض مغزی قفل درهای ورودی و دیگر موارد و نکات ایمنی می‌تواند در کاهش وقوع سرقت منزل تأثیر قابل توجهی داشته باشد. حدود 3-4 میلیون دلار داشتم و 3 میلیون پول نقد خونه، چیزی نبود. ساعت مارک داشتم اونو بردم، مثلا ریشتراش مارک داشتم، 3-4 مارک داشتم، 3-4 خوب داشتم، متاسفانه بردم. بعد شما چقدر طول کشید که به شما زنگ زدن و سارقاتون رو پیدا کردن؟ خودم از اداره آگهی
عرض کنم خدمتتون ما خودمون پیگیر شدیم چند روز، بعداً تا اینکه حدوداً 7-8 روز بعد از سرقت خونه ما، شاید هم 10 روز، بچه‌ها آگاهی گفتن که دزدا رو گرفتن. بیشتر چه چیزایی رو سرقت می‌کردید بابت خب آقا ما مثلا می‌رفتیم واسه پول طلا، ولی می‌دونستید مردم پول و طلا رو کجا قایم می‌کنن؟ نه ما فقط تو درایورا رو میگشتیم دیگه. سری می‌رفتیم تو درایورا رو میگه، چون آپارتمونه وقت نمی‌شد که کشو دراور منظورته. آره کشو این لوازم آرایشی‌ها رو می‌ذارن اونا رو میگشتیم، چیزی بود نبود، مثلا حالا یکی می‌بینی یه جارو برقی، یکی مثلا یه لپتاپی، یه تبلتی، یه چیزی مثلا لازم داشت واسه خودش می آورد. یه خونه رفتیم 3 تا فرش دستباف بود 6 متری، خب 3 تا آقا فرش آوردیم، پول و طلا نیاوردیم. مثلا جایی که پول و طلا پیدا نکنی، پول و طلا مثلا پیدا نمی‌کردیم، یه چیزی که لازم داشتیم مثلا یه تبلتی، لپتاپی، یکی یه جاربرقی لازم داشت مثلا واسه خودش، ببری خونه جاربرقی از خونه مردم مثلا آره یه آب می‌بگیری لازم قدر نیازتون می‌بردی. آره اونجوری مثلا نمی‌بردیم لوازم بفروشیم. ما توصیه‌مون اینه که برای هر بار خروج از منزل در طول روز هم درب ورود به آپارتمان رو حتما قفل کنیم. از اینکه فقط به هم دیگه بزنیم ببندیم و خارج بشیم این رو خودداری بکنیم، چون با یک ساده ترین وسیله قابل باز کردن برای سارقین حتما قفل بشه. ما اگر درون منزل نیستیم همسایه ها در جریان باشن، مطلع باشن که اگر صدایی رو شنیدند بتونن که توجه کنن، بررسی بکنن ببینن چه کسی هست. از درب خودرو یا پارکینگ وقتی میخوایم خارج بشیم معمولا ریموتی هست، بمانیم تا درب بسته بشه بعد و مواظب باشیم کسی پشت از سر ما وارد نشد. و حتی برای ورود هم بریم داخل، پشت درب منتظر بمانیم. بعضا در بازه میرن برای اینکه محل پارکشون رو پیدا بکنن یا حتی طبقات زیرزمین. همین لحظه زمان مناسبی است برای اینکه سارقین وارد بشن. بزرگترین بچه چند سالشه؟ 5 سالشه آقا. وقتی که من دستگیر شدم آقا جلو من، وقتی که منو بستن و طوری آقا چشم بسته و هرچی هم خواهش کردیم بستن و بچه ما گریه میکرد، من الان ارزششو نداره واقعا. بچه میدونه باباش سارقه؟ چی بگم آقا؟ این اگر بچه تو بیاد اینجا روبرود بشینه با این دستبند واقعا چی میخوای بهش بگی؟ اشتباه کردیم آقا. که این کارو میکردی میدونستی یه روزی دستگیر میشی؟ بله. چرا میرفتی باز؟ به خاطر پول میرفت. چقدر اینا بهت میدادن تو هر سرقت؟ دیگه 100 تومن 200 تومن. یعنی بیشتر از اون شاگردی تو اون مغازه در میآوردی؟ نه. بچه‌ت مثلا 2 سال دیگه بزرگ میشه، خود عقلش میرسه، میخواد مادرش برسه بابای من کجاست، چی باید بهش بگن؟ میگم آقا من خدا شاهد یه شب بچه‌م همیشه بغل من میخوام، الان 2 ماه من اینجا. اصلا میگم اصلا آقا کسی سرقت نکنه، نه سرقت منزل، هیچ سرقتی نکنه، بری گدایی بکنی آقا شرفش بیشتره. ما با هوشیاری، مردم خوبمون با هوشیاری و دقت فرصت را از سارقین بگیرن. پلیس امروز تجهیزات خوبی را در اختیار داره، تجارب خوبی را در اختیار داره، با استفاده از اینها داره سارقین را دستگیر میکنه. ولی تعلماتی که به خانواده ها برای یک سرقت وارد میشه هیچ وقت جبران پذیر نیست.
قابل جبران نیستش. بنابراین بهتر اینه که سرقتی اتفاق نیفته که نیاز باشه بخواد پلیس وارد بشه و اقدامات بعدی، وگرنه اون آثار و تعلماتش به هیچ وجه از بین نخواهد رفت.